قامت افروختن چنین انشاءاتی که عنصرهای ملی در آن تجسم می‌یابند در معرفی فرهنگ و صنعت ملت نقش مهم داشته می‌توانند. در این مورد باید تمام جزئیات ملی خدمت‌رسانی‌ها برای مهمانان پیشنهاد کرده شود، چون که مهمان در برابر پیشنهاد خدمت‌رسانی‌ها با جزئیات ملی کننده شده نیز بیشتر مراغ ظاهر می‌کند. نصیب عبدوعلی خانووا خود به نمود ظاهری ملی توجه خاص دارد. همین است که با همراه دوستانش بیشتر به مکان‌هایی می‌رود که آن آرایشات بیشتر ملی دارند. اینچنین به استعمال طعام‌های ملی نیز افضلیت بیشتر می‌دهد. طعام‌های اینجا، خورش‌های اینجا خیلی هم بالذات است و با ما پسند است. مخصوصاً از خدمت‌رسانی اینجا خیلی هم خوشمان می‌آید و دائما به اینجا می‌آییم. قناعتمند بودن مزاج از خدمت‌رسانی خوب وابستگی زیادی دارد. در این حالت معلومات، دانش، تجربه و مهمتر از همه معاشرت خوب با ادبانه خدمت‌رسان منفعت بیشتری دارد. خدمت‌رسانی خوب برای هر یک طرفخانه خیلی هم مهم میباشد. استقبال گرم یعنی چهره کشود را به هر یک خدمت‌رسان خیلی هم مهم میدونم.